استاد وگرنه میسپارم دستش. میسپاری میشه استاد تهدید میکنید. ما امروز در کمال احترام و خوشامدگویی خدمت های گودرزی رسیدیم. بعدش سوال پرسیدیم استاد این جملاتی که شما از کوروش میگید و به خاطر کوروش ادعی رو دنبال خودتون انداختید کجاست؟ من کتابای حرفه‌ای رو بهش نشون دادم، گفتم استاد در این کتاب نیست، این کتاب حرفه‌ایه. چه جوابی به من داد؟ گفت میدم بچه‌ها بزنن. این پاسخ کسی است که ادعای علم آموزی میکند، دم از هموطن میزند، دم از دوستی میزند، اما در بحث علم آموزی و در بحث دانش وقتی که دستش خالی است دست به زور میبرد. مردم عزیز ایران، ما دشمن تاریخ خودمون نیستیم، به تاریخ خودمون افتخار میکنیم. ما دشمن جعلیاتیم، دشمن فریب‌هایی هستیم که به اسم تاریخ ذهن جوان ما رو منحرف میکنه. من از خوزستان اومدم اصفهان به چه دلیلی؟ که نشون بدم این آقای گودرزی که ادعا میکنه داره راه کوروش رو ادامه میده، داره شما رو با جعلیات فریب میده. دوستان عزیز من، پسرها و دخترای گلم، به عنوان یک دبیر آموزش پرورش خدمتتون عرض میکنم فریب اینستاگرام رو نخورید. برای دانستن تاریخ کتاب بخرید، کتاب مطالعه کنید.